قرعه‌کشی بازی‌های امسال در ابتدای چمپیونات سال 2024 دو دسته ولایت سوخت خوجند و اسخط را در روبروی هم گذاشت. اگر به آمار وخوری این دسته ها نظر کنیم، خوجند 8 مرتبه به پیروزی نائل شده، تنها در دو بازی از اسخط مغلوب شده است و یک مرتبه دسته ها با هم مساوی بازیدند. این نوبت نیز عقابان ساحل سیر به کامیابی نائل شدند. بله، دربی ولایت سوخت رو همیشه مخلصان انتظار هستند و شاید یکی از ورزشگاه‌های باشد که مخلصان با چشم بیشتر نمودند. پرچم چمپیونات تاجیکستان برافروخته می شود و من بعد در این ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان بازی‌های دسته خوجند برگزار می شوند و حالا بیاید توجه میکنیم به بازی بین این دو دسته که عقابان با پیش غلبه در پیش است. بله، همه غلبه ها در پیش هستند، ولی خوجند سال گذشته یکی از هنرنمایی نه آنقدر خوبش در چمپیونات تاجیکستان بود. دسته بسیار هم سالار، بسیار دسته خوب پیوسته مخلصانش را شاد میکرد، ولی سال گذشته دیدید که در کدام حالت حضور داشت. حالا فوتبالزنی دسته خوجند بیشتر با توپ هستند. اینجا ما ببینیم تونی بیکتال در ایتی این دسته آمده است، فردوس عبدالسلیموف باقی مانده است، خوب جسور قربانوف، خوب از دینی دلیف از روسیه، سرگی سکانیان از روسیه برگردانده شد به این بازی، ارتیوم سردیوک هم در همین جا هست. حالا فوتبالزنی دسته خوجند به پیش می روند و ولی این گل خود را به ثمر می رساند. جسور قربانوف لگیونر ازبکستانی دسته خوجند در دقیقه 33 است و حساب 1-0 می شود. خوب در این وخوری طوری می بینیم کورت سرخ نشکوده می شود. اینجا محض به بازیگری رقم 5 فردوس عبدالسلیموف لگیونر ازبکستانی دسته خوجند و فوتبال بازی دسته اسخط باشند کوشش میکنند و حساب را برابر میکنند. این جهانگیر ارگاشف است. جهانگیر ارگاشف که شرف خوجند رو خیلی زیاد برداشته است، بالا برده است، توانست در دقیقه 62 حساب را برابر کند. خودش 62 بود، رقم 62 و اینجا هم در دقیقه 62 گل زد. ولی فوتبالزنی دسته خوجند باشند توسط گل ارتیوم سردیوک در دقیقه 80 حساب را باز به 2-1 رسانیدند و خوجند توانست که در این وخوری با نتیجه 2-1 پیروز شود. 2-1 ولی هجوم ها زیاد بودند. حالا سردیوک رو ببینید، باز یک گزارش دیگری فوتبالزنی دسته خوجند، باز یک امکانات نهایت خوب، بسیار ضربه عالی از جانب احسان بابایف کاپیتان دسته، ولی توپ بیرون از میدان رفت.